بزرگمیر یوروف یک وکیل شناخته و زندانی در تاجیکستان با اتهام رعایت نکردن قاعده‌های زندان و نافرمانی به پاسبان‌ها تنبیه سخت گرفته است. مادر و برادر او روز 4 دکامبر به رادیوی آزادی گفتند دادگاه ماه نوامبر امر داده است تا بزرگمیر یوروف 2 سال جزا را در مؤسسه اصلاحی نظامش سخت‌تر ادا کند. وکیل تاجیک تاکنون در زندان شهر وحدت نگهداری میشد. جمشید یوروف برادر بزرگمیر در یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی گفت در محبس شهر وحدت یک مناقشه یا بحث وابسته به موقع پیشوا به وجود می آید. این را خود مقامات تشکیل می کنند تا بار دیگر حقوق ویرانکنی بزرگمیر را نشان دهند. 5 نفر را با بزرگمیر به کارسر انتقال می دهند. روز دیگر دادگاه شهر وحدت به محبس آمده بزرگمیر را 2 سال نگهداری در محبس نظامش پرزورتر دوشنبه جزا داده است. یعنی از 28 سال حکمی که به او دادند باید 2 سالش در زندان دوشنبه ادای جزا کند. رئیست زندان‌های وزارت عدلیه درباره قضیه شرحی نداده است. جمشید یوروف همچنین به رادیو آزادی گفت این احتمال وجود دارد که به ضد برادرش که سیاست‌های حکومت زیاد انتقاد می‌کرد پرونده دیگری باز کنند. جمشید اضافه کرد عین حال از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان با واسطه‌های غیر قانونی از محبوسان شهر وحدت بیانات مجبوری می‌گیرند که گویا بزرگمیر آنها را به اطاعت نکردن به مقامات قدرتی دعوت می‌کرده است و به یگان آشوب آمادگی می‌دیده باشد. احتمال دارد که نسبت بزرگمیر یوروف به نزدیکی باز یک پرونده دیگر را آغاز و مهلت او را درازتر کنند. در همین حال حورنیسا اسحاقova مادر سالخورده بزرگمیر یوروف روز 14 دکامبر به رادیو آزادی گفت شنبه گذشته همسرش برای بزرگمیر غذا و لباس برده با او ملاقات کرده است. سلامتیش خوب است و هیچ شکایتی ندارد. افزود اسحاقova وی در محبس وحدت مدیر کتابخانه بود لیکن او را برای جزای سخت‌تر به دوشنبه آوردند. هممون در تشویشیم. اضافه کرد مادر بزرگمیر یوروف که سال 2015 از حقوق 14 عضو ریاست حزب حل در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی حمایت میکرد در همان سال با اتهام قلابی، ساخته‌کاری، تحقیر نماینده حاکمیت به 28 سال زندان محکوم شد. خودش میگوید که بیگناه است. یک کمیته سازمان ملل هم محکمه او را آلوده به قانون شکنی و ناعادلانه خوانده از حکومت خواسته است بزرگمیر یوروف را آزاد کنند.